نمازخوان بغیر از جای سجدش به دیگر باید نگاه نکنه. اول نمازخوان نگاه میکنه صفای پیشبیدگی کی در چی حالت است، کی چه خیل نماز میخونه، بعد میگه فلانی خیل نماز خون، بهمدانی این خیل نماز خون. تو در کجا بودی که اینها را دیدی؟ بگه در نماز بودم. چه خیل نماز خونده که تو همه را دیده؟ زمانی که مجنون از عشق لیلی وقتی که به قرار حاد دیوانه کشید، به خانه کعبه بردنش که حج بک طواف بک، شاید که همین دردی تو دوا بشود. در گرد حرم به پیش یک نمازخوان گذشت که او با مجنون نگاه کرد، گفت که ای دیوانه، گفت به پیش نمازی ما گذشتی، نمازی مرا بریدی. گفت که نه، گفت تو نمازخوان نبوده، تو عاشق خدا هم نبوده. اگر به پیش تو هر چیزی که گذر کنه نکنه، تو باید که دیده های دلی تو همه باید که مستقیم به خداوند جل جلاله باشد. تو وقتی که مرا دیدی که به پیش نمازی ما گذشتی، گفتی پس تو عاشق خدا نیستی، نمازی تو قبول نیست. گفت نمازخوان همو خیلی نمازی بخونه که به مثل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که حضرت ابوبکر در نماز پیشتر آمدنش مردم نمیخواستن، به خاطر که نماز از تکبیر تحریمه تا سلام دادن و حکک زدن گریه قطعی میخوان از ترس خدا را. هر یک آیه متبرکه قرآن که تلاوت میکرد دل جگرش همش آب میشد، آواز قرائتش نمیفهمیدن. به همین خاطر عایشه صدیقه میگه که پدر مرا مردم امامتش نمیخواستن و خاطر که قرائتش نمیفهمیدن. حتی که 6 صف از قفا میگه تپیدن دل حکت حضرت ابوبکر صدیق به گوش مردم میرسید. نماز ای خیلی میخوان.